با شما. از شوخی گذشته من خدمت ابوی ایشون ارادتی طولانی دارم. از مدرسه نظام تا آخر دانشکده افسری رو با هم بودیم. پس فامیلم از آب در اومدی. فامیلی با تیمسار باعث افتخار من. شما لطف دارید. من چه؟ تو برو، من خودم ترتیبشو میدم. برو. اینطور که ملیک جون میگه شما مثل اینکه یه 5-6 سالی هست که فرماندار اینجا هستید. در همین کن. پس با شناخت خوبی که هر دوی شما روی منطقه پیدا کردیم کار من خیلی آسون. بله. شک نداشته باش. راستی حال عدد چطوره؟ یاده دیگه شوهرش چه کثافت کاری با اون زنی. اسمش چی بود؟ مثل اینکه پوری بود دیگه. آره پوری. بعد از اون جریان عدد و شوهرش طلاق کشی داشتن و بعدش هم عدد رفت پاریس و جا خوش کرد. همین جا خوش کرد؟ خب در مورد مسائل مربوط به صادرات خاویار به اروپا با من همکاری پس بیکارم نیست. نه اتفاقا خیلی هم پرکاری. خب هر کی با تو آشنا بشه پرکاره. بیوک هم بفرمایید خانم. بیرون رفتی در رو ببند. شامو چه ساعتی بدیم؟ خبرتون کنم. بله. یه تانک تا زمانی اسمش تانکه که حرکت کنه عملیات انجام بده. یه تانک وقتی به حرکت و عمل میرسه که تمام اجزایش درست عمل. اگه جزء کوچکی از این تانک بد عمل کنه و دست به خرابکاری بزنه تانک از کار میفته و دیگه اسمش تانک نیست، بلکه یه آهنپاره بی‌مصرفیه که باید دورش شد. من امروز در اینجا به عناصر فاسد و خرابکار این ناحیه به خاطر از پا ایستادن این ماشین عظیم‌تر از تانک اخطار میکنم. من به خاطر دور ریخته نشدن افراد پاک و زحمتکش این ناحیه و آن خودفروختگان وابسته به خارج اخطار میکنم که دست از شیطنت و عوام‌فریبی بردارند و متوجه باشند که از امروز در مقابل من قرار گرفتند و اگر دست از پا خطا کنند و خیال کار شکنی و اخلال داشته باشند اونها رو به سخت‌ترین وجهی مجازات خواهند کرد. و کلام آخر با آن نسته از اراذل و اوباش ناحیه من اهل شوخی و معامله نیستم و این اولین و آخرین اخطار من به اونها. مقاومت علیه دستورالعمل مستشاران همپیمان، سرپیچی از دستورات مافوق. سال بعد اعتراض به حقوق صیادان. سال بعد تشویق صیادان به شورش. سال بعد به راه انداختن اعتصاب در سراسر صیدگاه‌ها که منجر به برکنار شدن رئیس ناحیه شد. سال بعد درگیری با مامورین دولت و تشویق صیادان به شورش توسط پسر کوچکش لطیف که منجر به تیربارون شدن لطیف میشه. بعد از تیربارون شدن لطیف سال بعد ظاهرا سر و صدایی نداره، اما گزارشات حاکی است که در زیر عمل میکنه.
لو دادن سوء استفاده های رؤسا و درگیر کردن آدم های رسم در کل ناحیه و بعد دروغ و راستش با اونا که میگن بزرگترها میگن جدن در جدش با تزارای روس و ترکای عثمانی و انگلیسیا با بیل و کلنگ جنگیدن. 360 بلد پرونده. قربان، با مروری که کردن طبق دستور آقای مینویی ما همیشه حواله انبار خاویارهای درجه پایین برای خانم ملک تاج خانم صادر می‌کردیم، اما در عوض خاویار درجه یک براشون بار می‌زدیم. نظر شما که غیر از این نیست؟ فکر نمی‌کردم با همچین آدمی روبرو هستم. خانم خوبی هستن، خیرشون به همه میرسه، از کوچیک تا بزرگ. مردی که پدر سوخته. قربان، کی با خانوم کار داره؟ منظور من این خوجه بی پدر و مادره. خوجه محمد؟ آره خوجه محمد. از حالا به بعد اون باید بدونه با کی سر و کار داره. دروغ و راستش با اونا که میگن. میدونی چیا میگن؟ اینا جدن در جد سر دشمناشونو از تن میبریدن. به خوجه محمد بگو رئیس جدید جدن در جدش پوست سر دشمناشو میکنده و توش پر کاف میکرده. به سر مسئول ساعتخونه ها بگو صبح زود بفرستدش تو دفتر کار من. شماره 2 خواجه محمد کجایی؟ کری صدامو نمیشناخی؟ خب همینجا خنگ خدا. بیرون کارت دارم. دستم بنده. دستتو بذار خودت بیا. اگه دستمو بذارم اون وقت با کی سرتو ببرم. خواجه محمد تو همیشه وقتی که یه چرا خبر بگیره ولی خبر نداری رئیس با توپ و تانک فرستاده دوباره. تانکشو که عرض کنم، اما توپی رو که من دارم میبینم از توپای زمان محمد چه موراستره. یکو بابا خواجه رئیس چشم داره به خونه دشتن به جون داری بری لالت پسرم. سر تو گوش تا گوش نبرم از کنار جام نمیخورم. جام چیه؟ جعفر قلی یه باره دیگه میبرم یا تو یا تو پس این خوجه محمدی که میگن تو هستی. بشین. خوبه، همینطور خوبه. بشین. باشه.
ایجاد یه نظم تازه اینجا اومدم. ها. تو این نظم تازه جا برای آدمای کله خرابی مثل تو نیست. ها. من در برخورد با آدمایی مثل تو اهل ترحم نیستم. ها.